روز بخیر بیننده عزیز آزاده، برنامه نوید بامدادی است با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان. من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر در خدمت شما خواهم بود. ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرهای امروز 24 فوریه چنین است: قرقیزستان و تاجیکستان تبادل شهروندان بازداشت شده را بررسی کردند. ترمفرای در راه دوشنبه چناق، راه خاروق اشکاشم هم بسته شد. در افغانستان امکانی ضد کووید 19 آغاز شد. تاجیکستان کی واکسن دریافت میکند؟ در ناحیه لیلک ولایت بادکن روز 22 فوریه واخوری نمایندگان مقامات محلی، دادستانی، پلیس و مرزبانی قرقیزستان و تاجیکستان برگزار شد. طور وکالتدار حکومت قرقیزستان در بادکن اموربک سوبان علیف به بخش قرقیزی رادیوی آزادی اطلاع داد جانب‌ها در واخوری تبادل شهروندان بازداشت شده دو کشور را بررسی کردند. گفتگوها برگزار شدند. ما نتیجه ها را منتظر هستیم. این مسئله نیست که زود حل شود. برای حل بعضی از مسائل در مرز باید از دیپلمات ها نیز استفاده شود، گفت او. واخوری با درخواست جانب قرقیزستان برگزار شده است. در نزد بینای حکومتی ولایت بادکن روز 22 فوریه یک گروه ساکنان محلی جمع شده از مقامات طلب کردند که در رهایی نزدیکان بازداشت شدهشان در تاجیکستان مساعدت کنند. به گفته آنها از اول سال روان مرزبانان تاجیک بیش از 20 شهروند قرقیزستان را با گمان عبور غیرقانونی مرز دستگیر کردند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 22 فوریه اطلاع داد که خبر گروگانگیری یک شهروند آن کشور گویا از سوی مقامات تاجیکستان دروغ یا فیک است. به اطلاع کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 16 فوریه 5 شهروند قرقیزستان برای ویران کردن مرز دولتی در حدود تاجیکستان بازداشت شدند. این شهروندان هنگام انتقال 900 کیلوگرم متل، 2 سر گاو و 3 سر مال میده بازداشت شدند. کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان میگوید از سبب گرمی هوا و بارش برف و باران در منطقه های کوهی و نزدیک کوهی خطر لغزش ترمه، یرش و ریزش سنگ باقی میماند. کمیته میگوید ظرف یک شبانه روز گذشته در راه ماشینگرد خاروق اشکاشم 16 حادثه لغزش ترمه و در قلمرو دهه رجیست جماعت قربانشاه گدایوی ناحیه راشقله ریزش سنگ به قید گرفته شده است. مقامات گفتند سنگریزش راشقله یک خانه استقامتی را قسما ویران کرد. در اطلاعیه کمیته حالتهای فوق‌العاده گفته می شود که عین زمان راه خاروق اشکاشم بسته است. در همین حال شرکت IRS مسئول نگهبانی راه دوشنبه چناق نیز از فرآمدن ترمه های زیاد در این راه خبر داده است. دفتر مطبوعاتی شرکت در صفحه فیسبوکش نوشته است شروع از نیمه دوم روز 23 فوریه در راه اتومبیلگرد دوشنبه چناق در برابر بارش برف و باران 6 ترمه خرد و بزرگ به قید گرفته شده است. در شرکت IRS گفتند کارمندان و تکنیک‌های مربوط به فیلال شرکت به تأخیر بهر رفع آنها سفربر شده. حالا حرکت واسطه‌های نقلیات تامین است، اما برخی مسافران نوشتند گذشتن از راه دوشنبه چناق فعلا خیلی مشکل شده است. مسئولین شرکت IRS هم گفتند گزارش اتومبیل‌های بارکش یدکدار و فوره‌ها را محدود کردند. حرکت واسطه‌های نقلیات سبک‌رفت به گفته مسئولین شرکت IRS فعلا اجازت است. مقامات میگویند آفت‌های طبیعی تلفات جانی نداشت. کمیته به رانندگان توصیه داده است که هنگام طرح‌ریزی سفرهای خود اول درباره وضع راه‌ها اطلاع پیدا کنند. هنگام حرکت در راه‌های کوهی فاصله بین ماشین‌ها را رعایت نمایند. پرزیدنت تاجیکستان با وزیر امور داخلی ایران همکاری امنیتی دو کشور را بررسی کردند. وبسایت پرزیدنت تاجیکستان با پخش یک خبر روز 23 فوریه گفت امامعلی رحمان و عبدالرضا رحمانی فضلی درباره مناسبت‌های تاجیکستان و ایران به خصوص حالت و دورنمای همکاری‌های دو کشور در بخش امنیت را بررسی کردند. در این دیدار ضرورت تطبیق سند امنیتی که میان دو کشور به امضا رسیده است از جانب پرزیدنت کشور تاکید شده است. تا امروز میان دو کشور بیش از 160 سند از جمله در بخش امنیت به امضا رسیده است. وزیر امور داخلی ایران روز دوشنبه 22 فوریه با دعوت همتای تاجیکش رمضان رحیمزاده به تاجیکستان آمد. طبق اطلاع رسانه‌های رسمی ایران سفر دو روزه جناب فضلی به تاجیکستان با هدف رشد مناسبت‌های دو کشور انجام می شود.
ایران و تاجیکستان تاکنون 13 نشست کمیسیون مشترک بین دو کشور را برگزار کردند. مناسبت‌های دوشنبه و تهران در چند سال اخیر چندان هموار نبوده است. در پایان سال 2015 روابط میان تاجیکستان و ایران بنابر کودتای نافرجام ژنرال عبدالحلیم نظرزاده سرد شد. دوشنبه رسمی غیر مستقیم اشاره کرد که مقامات ایران در تشکیل این شورش کمک کردند. پس از این رابطه های دو کشور خیلی تیره شد، اما طی 3 سال اخیر روابط مقامات رسمی دوباره شروع شده از نرمش در روابط دو کشور علامت می‌دهد. بعد تأخیر 1 ماه با سبب اوجگیری خشونت‌ها در افغانستان، شام 22 فوریه در دوحه قطر مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان از سر گرفته شد. سازمان ملل متحد در یک مراجعتش آتشبس بلافاصله و ختم تلفات انسانی را تقاضا کرد. سخنگوی طالبان محمد نعیم شب گذشته در توییتر خبر داد که مذاکرات از سر گرفته شد. تلویزیون طلوع با نقل از سخنگوی طالبان گفت که رهبران دو هیئت و هم برخی اعضای تیم مذاکرات در دوحه با هم گفتگو کردند. او افزود که گروه‌های کاری ملاقات خود را ادامه خواهند داد. مذاکرات میان طالبان و اعضای حکومت ماه گذشته بعد چند روز شروع دوباره ناگهان قطع شد. برای حکومت افغانستان، ایالات متحده و ناتو کاهش خشونت‌ها که راه را به ختم نزاع باز می‌کند در اولویت قرار دارد. طالبان هم گفتند که این مسئله قابل بررسی است، ولی تا حال خشونت‌ها ادامه دارند. سازمان ملل متحد روز 23 فوریه در گزارش گفت هرچند سال 2020 نظر به سال 2019 میزان خشونت‌ها 15% کاهش یافت، ماه‌های اخیر سال 2020 حمله‌ها افزایش پیدا کرد. خبر دیگرمان هم از افغانستان است. در این کشور جنگ زده معرکه امکانی بر ضد کووید 19 شروع شد و در نوبت اول کارمندان ساختارهای انتظامی، طبی و ژورنالیستان کشور به واکسن دسترسی پیدا می‌کنند. کشور جنگ زده همسایه تاجیکستان اولهای ماه فوریه از یک پژوهشگاه طبی هند 500,000 دانه واکسن شرکت استرازنیکا را دسترس کرد که به قبل مقامات افغانستان به پول تقدیم شد. ژورنالیست تلویزیون طلوع انیسه شهید اولین نفری بود که در برابر یک طبیب و 2 عضو نیروهای امنیتی افغانستان ام کرده شد. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی که در مراسم تقسیم واکسینه های اولین اشتراک کرد گفت این امکانیت عظیم برای مردم افغانستان است و از مقامات بهداشتی کشور خواست که تقسیم عادلانه واکسینه را تامین کنند. مقامات رسما از 55,600 حالت تصدیق شده آلوده شوی به کرونا ویروس و تخمینا 2430 حالت مرگ بر اثر کووید 19 خبر دادند، ولی بر اساس یک نظرسنجی وزارت بهداشت افغانستان باور می رود که شماره واقعی آلوده شده ها 10 میلیون نفر و یا 3/1 جمعیت این کشور را تشکیل می دهد. کشورهای جهان یک پس دیگر ساکنان خود را به واکسن ضد کووید 19 ام می‌کنند، اما در تاجیکستان تا حال امکانی ساکنان آغاز نشده است. مقامات تاجیک گفتند آخر ماه فوریه یا اول ماه مارس اولین واکسن های ضد کووید 19 به کشور وارد می‌شوند. ساکنان و برخی پزشکان مقامات تاجیک را به کشالکاری در واکسینه کردن ساکنان عیبدار می‌کنند، اما مقامات همه گونه کشالکاری را رد می‌کنند. اخیراً بانک جهانی گفت برای خرید واکسن به تاجیکستان 12 میلیون دلار می‌دهد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 22 فوریه دوام 6 ساعت در سوچی با رهبر بلاروس الکساندر لوکاشنکو مسائل همگرایی دو کشور را بررسی کردند. ملاقات آنها در حال جریان گرفت که هر یک آنها در وطن با اعتراضهای افزاینده مردمی روبرو هستند و هر دو هم به این نارضایتی‌ها با سرکوب و خشونت و حبس پاسخ دادند. دفتر مطبوعاتی کرمل گفت که در مرکز توجه دو رهبر رشد همکاری‌های روسیه و بلاروس از نظر همکاری‌های استراتژیکی و شریکی، رابطه‌های اقتصادی، انرژی و همگرایی در چهارچوب یک اتحاد بررسی شده است. در قسمتی که به آن ژورنالیستان راه داده شدند، دو رهبر از راه‌های ورود واکسن ضد کرونا ویروس به بلاروس صحبت کردند. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در برابر سامانی برای امروز 24 فوریه چنین تعیین کرده است:
بیننده های عزیز، برنامه نوید بامدادی بود که با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. خبر و ویدیوهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. همکاران ما تلاش میکنند دوام 24 ساعت شما را با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان آشنا کنند. خدا نگهدار.